یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت از 3 هواپیمایی که از روسیه در فرودگاه‌های دوشنبه پایین شدند 19 تابوت فرآوردند. این تابوت‌های مهاجران تاجیک زاده خوروغ، روشان، ونج، درواز، پنجکند، سپتامین، کونبودام و دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بود. البته تقریبا یگان پرواز از روسیه نیست که در آن یگان تابوت مهاجران تاجیک نباشد، ولی 19 تابوت در 3 پرواز صبح 4 ایول شماره بی‌سابقه بود. گفتم صحبت بامداد تا دوره پاندمی سالانه از روسیه به تاجیکستان بیش از 1000 تابوت می آمد. این تنها جنازه های آن مهاجران است که نزدیکانشان در ملک غریب به خاک سپردن آنها را نمیخواستند و به هر قیمت تلاش میکردند که عزیزان در غریبی جان باخته خود را به وطن بیارند و در زادگاهشان گور و چوب کنند. در سالهای آخر صدها مهاجر تاجیک در روسیه ففتیده را در همان کشور به خاک می سپارند. در بسیاری از قبرستان‌های مسلمانی روسیه حتی گوشه‌های پیدا شدند که در آنجا تنها مهاجران تاجیک دفن شدند. مهاجرت یک منبع اساسی تأمین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی می‌ماند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کاری تاجیکستان برای تأمین روزگار عائله‌هایشان به خارج و اساساً به روسیه می‌روند. هر روز در روسیه به حساب میانه تا 3 مهاجر تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا می‌کنند. فلاکت‌ها در جای کار، صدمه‌ها، بیماری‌های گوناگون از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. مهاجر تاجیک زاده جماعت واروخ اصفره فرقت عبدالفتاحیف که از 1 فوریه اینک بیش از 5 ماه باز در جمهوری بشقردستان روسیه با درخواست مقامات قرقیزستان در حبس قرار داشت، شام 6 ایول به آزادی برآمد. در ویدیویی که به اداره پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود که فرقت عبدالفتاحیف از بنای پلیس بیرون شده در روی حولی اسناد آزادیش را امضا می کند و پلیس حجت‌های او از جمله شناسنامه‌اش را برمیگرداند. فرقت عبدالفتاحیف در حال آزاد کرده شد که دادگاه ناحیه بشقردستان تازه روز 3 ایون مهلت حبس پیشکی او را باز 1 ماه دیگر تمدید کرده بود. در قرقیزستان او را به اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی در مرز واروخ با بادکند عیبدار می‌کنند و به این دلیل تحت جستجو قرار دادند. در نامه ریاست کارهای داخلی ولایت بادکند قرقیزستان به مقامات تفتیشاتی بشقردستان ادعا می شود که عبدالفتاحیف ماه ایول سال 2019 گویا با ماشین سنگریزه آورده راه بین واروخ و اقصای را بسته است و به این ترتیب به بی‌ترتیبی راه داده است. در اول جانب قرقیزستان ادعا داشت که فرقت عبدالفتاحیف روز 13 مارس سال 2019 در ماجرای مرزی شرکت کرده است. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به عبدالفتاحیف بر اساس ماده‌های اشتراک در بی‌نظامی‌های عمومی و اوباشی عیب اعلام کرده، دادگاه بادکند هنوز 27 آگوست سال 2019 حکم حبس این شهروند تاجیکستان را صادر کرده است. خود فرقت عبدالفتاحیف و نزدیکانش این را رد کرده میگفتند که او در مناقشه‌های سرحدی اشتراک نداشت. جماعت واروخ که از 4 طرف در بین دهه‌های قرقیزنشین مانده است، یکی از نقطه‌های داغ در مرز تاجیکستان با قرقیزستان به شمار می‌رود. در پایان ماه‌های اپریل سال جاری وقتی فرقت عبدالفتاحیف در روسیه پس پنجره قرار داشت، در مرز اصفره و بادکند از جمله در مرز واروخ مناقشه‌های خونینی صورت گرفت که از دو طرف 55 کشته و حدود 240 زخمی به جا گذاشت.